دیگه دست پوچوت اونجاش همش سوزه خیلی خیلی پوچوت رو نشون این مردم بینن دست بتون دوستان عزیز، البته پس از تماشای این نوار من مطمئن شدم که سبحانخود رحیموف از تاجیکستان هستند. سبحانخود رحیموف یکی از خوشبختانی هستند که در هنگام سقوط هواپیما جان به سلامت بردند و واقعا در این مورد بابا طاهر اوریان خیلی زیبا میگوید که شب تاریک و سنگستان و من مست، قدح از دست من افتاده نشکست، نگه دارندش نیکو نگه داشت وگرنه 100 قدح نفتاده بشکست. واقعا چند نفره که علال خصوص سبحانخود رحیموف جان به سلامت بردن، آنها را نگه دارنده نیکو نگه داشت وگرنه جان آنها نیز در خطر بود. با امید آن که دیگر هیچ انسان با چنین واقعه‌های مدهش روبرو نباشد، صحبت خود را به پایان می‌رسانیم. در حفظ خدای پاک باشید. خیر.